салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, ҳамаи шуморо ба хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. Дарси нуҳум аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 1. Умедворем ки ҳама каса тансиҳат ва солиму хушбахт ҳастем. хоб Prank Life, Prank TV омадан беҳтарин. Ташаккури зиёд бародар Prank Life. Ин ман Муҳаммад ака ба пеш. Саломат бошен. Кадом Муҳаммад? Саломат бошен. Ташаккури зиёд барои омадантон. Sport in Tajikistan лайк задам. Ташаккури зиёд. Sport in Tajikistan. Ташаккур. Thank you so much. خب دوستانی که این زبان را آموخته ایستاده‌اند، زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time. درسی گذشته، موضوع درسی گذشته درباره جانشین‌های شخصی و جانشین‌های شخصی و verb to be بود، یعنی فعل بودن، و همچنین جانشین‌های اشاراتی را گرفتیم اگر در خاطر داشته باشین. اما شکل شماره جمعش رو میگیریم. خب کی باشد؟ بله، اینجا گرفته بودیم. اینها جانشین‌های اشاراتی هستند. خب کسانی که نو ویدیو ما رو میبینن بار اول است، یعنی درباره جانشین‌های شخصی صحبت کردیم و جانشین‌های اشاراتی صحبت کردیم که اینها در زبان انگلیسی demonstrative pronouns میگویند. اینها رو this و that شماره تنها است و these و those شماره جمع است. خب فکر میکنم که شماره تنها رو گرفتیم و امروز نصیب باشه شماره جمع رو میگیریم. خیلی خب بله، از اینجا آغاز میکنیم. خب Simple Man. سلام علیکم استاد عزیز. و علیکم سلام، خوش آمدین. Simple Man سیاد سربلند باشین. افیرتون ماندگی هم رفته است که Simple Man افیرتون یک افیر رفته است، دو افیر رفته است، سیم افیرای. خب اینش از شما با فکرم بله سیم چهارم. خب اینجا افیری خدمانه. خب درس امروزه را آغاز میبخشیم. سیمپل من گپ نیست. درس امروزه را آغاز میبخشیم. جانشین‌های اشاراتی شماره جمع را میگیریم. These و those. خب رسم یکم رو نگاه کنیم. در رسم یکم میگوید These are pandas here. These are pandas here. یعنی اینجا پنده ها هستند. یعنی اینجا These are pandas here. اینجا اینها پنده ها هستند در اینجا. اینها پنده ها هستند در اینجا. خب رسم دوم رو نگاه کنیم. در رسم دوم توتی میگه Those are bears over there. Those are bears over there. میگه اونجا اونها خرس ها هستند در اونجا. اونها خرس ها هستند در اونجا.
و بر رسم سیوم نگاه کنیم، در رسم سیوم میگه توتی باز میگه these are chimps and those are gorillas. میگه که اینها چیمپس هستند. چیمپس همون میمونی میگوین در زبان روسی یا تاجیکی شیمپانزه و گاریلاس گفته همون میمونی شکلش به شکل آدم شبیه دارد، یعنی مانندی آدم خیلی نزدیک است، اون رو گاریلاس میگوین و در لغت دیدیم گاریلا یعنی گاریلا ترجمه شده است. و در اینجا زویا میگه yes all. خب در اینجا زویا میگه yes all right کورکی، yes all right کورکی، یعنی میگه بله درست است کورکی، بله درست است کورکی. رسم چهارم رو نگاه کنیم. These are sandwiches and those are burgers over there. میگه اینها ساندویچ هستند و اونها برگر هستند، برگر در اونجا. خب این کلمه های ساندویچ و برگر رو در زبان تاجیکی اون ساندویچ رو ساندویچ میگن، برگر شاید برگر بگن، شاید نمیدونم اون چیز دیگه بگن. مهم این دو چیز کلمه های داخل هستند، کلمه های یعنی در دیگر زبان استفاده می شود. ساندویچ گفته همون یک نان هست، در بینش بگیم یکون حسیبچه میمونن یا گوشت میمونن، مثلا یکون چیز میمونن، ساندویچ می شود. و برگرز گفته یک بلوشکه گرد شکل هست. خب می توانیم اینها رو برای کسانی که نمیدونن نشان بدیم. مثلا ساندویچ. ساندویچ یعنی این رو ساندویچ میگن، یعنی این همین ساندویچ است. خب یعنی در درون نان یکون حسیب گوشت یکون چی میمونن، این رو ساندویچ میگن. و برگر رو حاضر برگر یعنی این رو میگن، یعنی گرد شکل است و یعنی از بلوشکه، در بین بلوشکه یعنی حسیب تخم هر چیز یعنی میمونن، سبزوات مثلا، این رو برگر میرویم سراغ کتاب. و در این جزوه میگه be quiet کورکی، be quiet کورکی. be quiet یعنی آرام باش، ساکت باش. کورکی آرام باش، ساکت باش. خب اکنون قاعده میگیریم. در قاعده اینجا نگاه کنیم this و this آمده است. اینها برای نزدیک هستند، برای جای نزدیک، برای اشاره کردن برای آن چیزی که نزدیکی ما و شما است. مثلا this is a panda، this is a panda یعنی این پاندا است، برای نزدیک استفاده می شود. these are pandas، these are pandas اینها پاندا ها هستند. خب برای دور that در اینجا خطای خب those، خب این خیلی نوشته می شود those. خب that و those است. that is a bear، that is a bear، that is a bear یعنی وای خرس است. those are bears، those are bears یعنی اونها خرس ها هستند. یعنی هر دو برای دور استفاده می شود، یعنی یک شماره تنها است و those شماره جمع است. خب می رویم به سراغ تمرین کار کردن. خب در اینجا نگاه کنین این سهم ها، این استرلکا ها وقتی سهمی خرد باشد پس معنای چی را دارد؟ نزدیک را دارد. وقتی سهمی دور باشد، استرلکا درازتر باشد، معنای دورتر را دارد. یعنی خب write these or those میگه these یا اینکه those را نویسین. خب در اینجا خودش دو تاش رو کار کرده است. these are happy children
اینها کودکانی خرسند هستند. کودکانی شاد هستند. Those are sad children. اونها کودکانی غمگین هستند. کودکانی زیق هستند. خب اینجا چی می نویسیم؟ جای خالی رقم 3 اگر کسی باشد are red kites. are red kites. خب در اینجا چی می نویسیم؟ مرحمت اگر اون کس باشد تمرین کار کردن خواهند. منتظریم. خب simplement these نویسین. بله درست. These می شود. These are red kites. یعنی اینها بادبادکانی سرخ هستند. خب در رقم 4 green kites. رقم 4 simplement those. بله those می شود. those درست. Those are green kites. رقم 5 سهم را اهمیت دهیم برای نزدیک. در این جای خالگی چی می نویسیم؟ are small sheets. فردوس مومنوف آمدن. hello فردوس مومنوف. how are you? welcome. simple man these. بله these می شود اینجا. these are small sheets. اینها کرته های خرد هستند، میده هستند. خب رقم 6 are big sheets. رقم 6 در چی می نویسیم؟ خب simplement those. بله درست. those tamam. those are big sheets. اونها کرته های کلان هستند. پیراهن های کلان هستند، بزرگ هستند. خب رقم 7 are green dinosaurs. رقم 7 simplement these. بله these می شود. فردوس مومنوف مرحمت شما هم جواب دهید. رقم 8 چی می شود؟ are brown dinosaurs. those. بله those are brown dinosaurs. خب در اینجا write is or are میگد is یعنی که are رو نویسین. خب دو تشخصش کار کرده است. this is a big car یعنی این ماشینی کلان است، ماشینی بزرگ است. those are good pictures یعنی اونها رسم‌های خوب هستند. خب رقم 3 چی می نویسیم؟ that نقطه a small window در جای نقطه ها چی می نویسیم؟ رقم 3 simplement is. بله درست is می نویسیم. that is a small window. رقم 4 these red pens یعنی روچکه های سرخ هستند. اینها بله are. در اینجا are می نویسیم. are. these are red pens. اینها روچکه های سرخ هستند. رقم 5
those green apples. Green apples. Those are, بله درست، در اینجا نیز are green apples. This a clever dog. A clever dog. یعنی این سگی دانا است. سگی دانا یا زیرک بگیم، زیرک، باهوش. پس در اینجا خالگی بله is می نویسیم. Is. This is a clever dog. This is a clever dog. This is a clever dog. خب تمرین رقم 6 در اینجا میگه look answer. میگه نگاه کن، سوال جواب کنین با نوبت. خب در اینجا اگر نگاه کنیم رقم 1 رو green birds آمده است. green birds یعنی پرنده های سبز. دنیا world hello to everyone. Hello دنیا world welcome. simple man clever به معنای تازه کردن هم می آید استاد. clever کی simple man clever به معنای ذکی، باهوش، دانا، زیرک است، اما به معنای تازه کردن فکر میکنم شما clean رو در نظر دارین. clean یک لحظه. clever به معنای تازه کردن هم میاد. سوال از گفتید. خب سوال باشد چه خیلی گفتیم clever. یک لحظه. clever به معنای چی است؟ دانا، زیرک، باهوش. اما clean و تازه کردن به معنای چی است؟ clean است. اینه نگاه کنین، clean تازه کردن اینجا است. یعنی to clean اگر مونه مصدر می شود. to clean تازه کردن می شود مصدر. خب simple man hi welcome here. simple man سوال است. خب فروخشوی فرخوری سلام علیکم همه کسی سوزین خوش آمدین. و علیکم السلام فروخشوی فرخوری خوش آمدین. simple man می شود ساز. simple man فهمو. simple man long live teacher. long live teacher. long live اینکه کلمه با کلمه فهمیده استماش. simple man یعنی long دراز، live زندگی کردن، teacher معلم یعنی زیاد عمر بینید شاید همیشه شوه. فروخشوی فرخوری ما فروخشو باشی افرید رفته است برای در فروخشو. اینا خدا تماشا که فرخشو سعیدов افرید هموندگیم رفته است. سربالم باشه. خب simple man زنده باشه به معنای زنده باشه میاد. long live teacher اینا باید ما از شما کلمه آموختیم بهترین. خب simple man یک نمودی ضرب المثل است. بهترین کجا شد؟ long live teacher بهترین. خب فرخشو سعیدов زنده باشه، سربلند باشه فرخشو سعیدов. خب میرویم سراغ کتاب. در اینجا گفتیم که green birds یعنی پرنده سبز. خب در اینجا سوال کرده است که are these green birds یعنی آیا اینها پرنده های سبز هستند؟ در جواب میگه yes they are. is this a frog رسم دیوم رو نگاه کنیم. کمتر با پیش بیاریم. در رسم دیوم نگاه کنیم دو نوشته است a frog و رسم نگاه کنیم در رسم frog نیست یعنی قورباغه نیست. میگه is this a frog no it isn't it's an iguana. خب یعنی نه وای قورباغه نیست، وای چی است؟ سوسمار است. خب رقم 3 را کی آماده است کار کند؟ رقم 3 اگر موضوع فهمو باشد
марҳамат рақами 3 ра аз рӯи ҳамин саволҳое ки дар ҳамин ҷа ҳаст кор кунем. танҳо long live беҳтарин. long live яъне зинда боша. ташаккури зиёд Simpleman. خب рақами 3 white birds яъне хирсҳои сафед. خب тартиби саволгузорӣ чӣ хел савол мекунем, чӣ хел ҷавоб медиҳем? Ки омода ҳаст? ё он кас омода ҳаст кор кунад? خب агар машғул бошен худмон корш кунем. Are white bears. خب Simpleman ё кунем тариқаи савол тира дар инҷа саволҳо омадааст. манзур аз савол кардан ҳамун ҷонишинҳои ишоратӣ ки гирифтем дар ҳамин дарси гузашта манзур ҳамонро бояд такрор кунем. Масалан are these green birds яъне оё инҳо паррандаҳои сабз ҳастанд? Yes they are. ва дар ин ҷо низ мо бояд ҳамун чиро истифода кунем ҷонишинҳои ишоратиро. дар инҷа навиштем are these white birds. خب ҷавоби шумо чӣ хел мешавад? яъне чӣ хел ҷавоб медиҳем ки бале онҳо хирсони сафед ҳастанд ё ин ки мегем не онҳо хирсони сафед нестанд, онҳо пандаҳо ҳастанд. Yes they are. бале як ҷавоб бо мешавад ки бигем ки no they are not. No they are not, they are pandas. No they are not, they are pandas. Окей. расми рақами 4. чӣ хел савол мемонем? No they aren't. Simpleman вақте ки no they aren't навиштем дигар not намеорем. яъне мешавад ки бигем ки no they aren't ё ин ки no they are not. яъне ҳардуш намеояд. ё инш меояд ё ки вайш меояд. яъне аз ду якш меояд. хоб рақами 4 савол агар гузорем мегем ки is that ё ин ки барои дур is that. хоб is that истифода мекунем. Is that a chimp? дар ҷавоб мегем ки yes it is. ё ин ки yes this is sheep. бале анон хел. аммо шумо sheep навистем chimp навиштаги аст дар инҷа ё ки дар китоб хато шудаги бошад. ба фикрам ҳамин че хати нависта мешавад. барое ки ин калима ихтисор шудааст аз калимаи chimpanzee. chimp яъне ихтисор шудааст. хоб is this чӣ гуна ки шумо навистем is this a chimp? Yes it is. ё ин ки yes that is. Yes this is. яъне ба чанд намуд метавонем ки ҷавоб дем. ман камтар саросима шидестам. фаҳмо баъзе вақт клавиатура ҳам хел мешавад. яъне хато пешниҳод мекунад клавиатура. хоб рақами 5 a big fish. чӣ гуна савол мегузорем? яъне бигем ки оё вай моҳии калон аст? ба забони англисӣ чӣ хел менависем? оё вай моҳии калон аст? Yes this is. бале ин ҷавоби саволи пешин буд. Yes this is. чимпанзер маймун мешавад? бале чимпанзер маймун аст. маймунҳо ҳам чанд намуд ҳастанд? чимпанзе ва горилла. аммо калимаи маймун худаш monkey мешавад. monkey. хоб рақами 5 чӣ хел савол мегузорем? ягон кас омода ҳаст савола бинависа? хоб is that a big fish? бале беҳтарин. good job. акнун ҷавоб чӣ хел
اگر بگیم که بله وی هست. دستای خونی زیبا من فهم و رحمت سلامت باشین. Yes, yes, that is. بله درست. Yes, that is. خب رقم 6 ایگواناس. چخیل میگیم که آیا اونها ایگواناس یعنی سوسمار هستند و در جواب انیق میگردونیم که نه اینها سوسمار نیستند چون که اینجا کروکودیل است. الیگیتور یا که کروکودایل یعنی هم تیمساح هم کروکودایل میشود هم الیگیتور. خب چخیل میگیم که آیا اونها سوسمار هستند؟ بسیار خوب زیبا من در همینجا تشکر زیاد. آیا اونها سوسمار هستند؟ خب are those iguanas؟ نه اونها نیستند. No, those are. بله. No, those aren't. درست. تشکر زیاد. و میتونیم بگیم که no, those aren't چگونه که نوشتیم و جمله را دوام تیم. Those are crocodiles یا که those are alligators. خب 24 از درس آینده یعنی جمله های سوالی آغاز می‌یابند. What are جمله های سوالی که اینها رو در زبان انگلیسی WH question نیز میگویند. خب دوستان گرامی پیشنهاد باشد مرحمت بفرمایید، اگر نباشد افیر را قطع کنیم. خب در یک چند افیر اشتراک داشتیم موندگی رفت تست بود. خب ببینیم اگر تمام شده باشه خاموش کنیم. افیری اپای دیلیا گود میک تمام شده است خاموش میکنیم. افیری فرخشو سعیدов رفت تست های. خب افیری محمد یعقوبов رفت تست های. افیری سیمپل من رفت تست های. خب افیری خدمانام رفت تست های. خب تشکر برای اشتراکتان. دسترخوان زیبا و سیمپل من در همینجا خداحافظی میکنیم و باز از درس‌های آینده و میخریم. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. موفق و مؤید و سربلند باشید. دسترخوان زیبا نمی‌ارزد معلم سلامت باشین. خب افیر قطع میکنیم. Simple man, good night teacher, see you tomorrow. Okay, good night simple man and see you tomorrow.